салом дӯстони арҷуманд, хушомадед ба канали омӯзишии мо. Имрӯз дарси 49 аст аз силсила дарсҳои англисӣ дар 99 рӯз. Hello dear friends, welcome to our channel. Today 49th lesson, 49 lesson and from English 99 days. Part 3 from 100 English phrases for tourists. امروز بخشی سیومی 100 عباره انگلیسی برای سیاحان است. خب چگونه که در درس‌های پیشینه، دو درس پیشینه ما و شما قسم یکم و دویمش رو گرفتیم. خب کسی اگر یکم دویم رو ندیده باشد میتوانند به قسم یکم یا دویم مراجعت کنند ببینند و بعدا این رو تماشا کنند. خب رسیدیم در عباره 21. Where is the museum? Where is the museum? خب در درس گذشته در همون جا به پایان رسیده بود که Where is the bathroom? Where is the bathroom? یعنی حمام در کجا است یا حاجتخانه در کجا است مثلا، یا که Where is the restaurant? Where is the restaurant? یا که طربخانه در کجا است. خب اکنون Where is the museum؟ یعنی میوزیم گفته همون به زبان روسی موزه می شود، به زبان تاجیکی آثارخانه می شود. آثارخانه یعنی آثارخانه در کجا است؟ آثارخانه در کجا است؟ و عباره 22 Where is the hotel? Where is the hotel? Where is the hotel? Where is the hotel یعنی مهمانخانه در کجا است؟ مهمانخانه. خب هتل در زبان روسی نیز به فیلم هتل میگن یا که گاستنیتسا، در زبان تاجیکی مهمانخانه، در زبان ترکی هتل می شود، هتل. و در زبان انگلیسی چگونه که میبینیم هتل، در زبان عربی فندق. و در خط فارسی یعنی که تاجیکی هست خودش فارسی است یعنی مهمانخانه. خب عباره 23 Where is the beach? Where is the beach? beach همون ساحل می شود. ساحل خب کسانی که ندونن همون لبی بحر را ساحل میگن یا لبی دریا، لبی بحر. عادتا سیاحان زیاد به لبی بحر می روند و اون لبی بحر را جایی هست که مثلا اونجا کرسی هست، مثلا که جای استراحت کنی هست و شاید دکان و مغازه ها، مثلا مغازه کوچک نیز باشد، یعنی یک جایی که برای استراحت است اون را بیچ میگن. بیچ یعنی ساحل. در زبان روسی اگر خطا نکنم پلیاژ شاید بگم، پلیاژ. خب عباره 24 Where is the embassy? Where is the embassy? Where is the embassy? یعنی embassy گفته سفارتخانه می شود. سفارتخانه در کجا است؟ سفارتخانه. خب کنسولگری شاید consulation یا consulate. خب در برای کنسولگری معلوماتی عمیق ندارم که چگونه نوشته میشد، اما consulate از همین کلمه کنسول گرفته شده. خب where is the embassy که شد میشود که سفارتخانه در کجا است. یعنی برای هر یک شهروندی که در خارج زندگی میکند یا به خارج سفر میکند به حیث سیاح یا به حیث مثلا که زندگی میکردگی، البته کارش به سفارتخانه میغلطه و حتما باید که این کلمه رو بدونن که چگونه از دیگر نفر میپرسیم که امبسی در کجا است، مثلا سفارت در کجا است. خب اگر تاجیکستان where is the Tajikistan embassy? Tajikistan embassy. Embassy of Tajikistan. Where is the embassy of Tajikistan? سفارتخانه تاجیکستان در کجا است؟ Where is the embassy of Tajikistan? خب عباره 25 How do I get to hotel? How do I get to hotel? من چگونه به مهمانخانه بروم؟
خب در اینجای مهمانخانه میتوانیم دیگر کلمه بیاریم. How do I get to school؟ چگونه به مکتب بروم. How do I get to university؟ چگونه به دانشگاه بروم. How do I get to park؟ How do I get to beach؟ How do I get to embassy؟ How do I get to museum؟ خب یعنی هر یک مکانی که برای ما و شما لازم است به اونجا رفته رسیدن، ما از همین عباره استفاده میکنیم، میگیم که how do I get to، بعدا همون مکانی لازمه را میگیم. خب عباره 26 how do you say this؟ How do you say this؟ این را شما چی میگین؟ یعنی این را شما چی میگین؟ How do you say this in English؟ میتونیم این را علاوه کنیم. این را در زبان انگلیسی شما چی میگین؟ How do you say this in English؟ این را در زبان انگلیسی شما چی میگین؟ یا اگر مثلا میگیم که خب زبان روسی را اگر ندانیم میگیم که How do you say this in Russian؟ How do you say this in Russian؟ این در زبان روسی چی معنی دارد؟ How do you say in Russian؟ این در زبان روسی چی معنی دارد؟ یا که مثلا how do you say اگر با یک عرب مثلا واخورد میگیم how do you say this in Arabic؟ How do you say this in Arabic؟ این در زبان عربی چی معنی دارد؟ How do you say in this Persian؟ این در زبان فارسی چی معنی دارد؟ چی میگن در زبان فارسی؟ How do you say this in Tajik language؟ این در زبان تاجیکی چی میگن؟ خب یعنی همین بعد از this میتونیم زبان رو بگیم که پیوست کنیم، یعنی کدام زبانی که باشد. عباره 27 how much is this؟ How much is this؟ و در جای این this میتونیم it هم مونیم. How much it is یعنی how much it is بگیم. اگر خب how much is this یعنی این چند پول است. How much is this این چند پول است میشه. How much is this؟ خب اگر نامش رو بگیریم میگم که how much is مثلا book؟ How much is book مثلا this book مثلا how much is this book یعنی این کتاب چند پول است. How much this خب موبایل cell phone. How much is pencil؟ How much is this pencil case مثلا. خب قلمدان، قلم، روچکه، تلفن. و عباره 28 can I ask you a question؟ Can I ask you a question؟ وقتی که ما همین سوالهایی که بالا در گرفتیم بخوایم که سوال کنیم، پیش از این که سوال میکنیم خب میشود که برای سوال کردن باز یک سوال دیگه بکنیم. یعنی اگر اجازه نپرسی که از یک نفر اجازه بپرسی که ممکن است سوال بکنم، ممکن است یا چی پرسم. در زبان تاجیکی هم این چیز هست، یعنی ممکن است یا چی پرسم. یا در زبان روسی مثلا میگیم که مگوس پرسید. همین در زبان انگلیسی میشود که can I ask you a question؟ میتوانم یک سوال از شما بپرسم. و عباره 29 I'm from Tajikistan. خب یک نفری از شما میپرسد که where are you from؟ I'm from Tajikistan. I'm from Italy. I'm from Turkey. I'm from China. I'm from Uzbekistan. I'm from Kyrgyzstan. I'm from Russia. I'm from خب America. I'm from the USA مثلا. خب کجایی که باشین. و عباره آخران این درس البته can you help me practice English؟ آیا تو با من کمک کرده میتونی که من همین انگلیسی رو پرکتیک کنم، تجربه آموزی کنم مثلا، یعنی مقصد که گپ زنم بسیار. آیا تو با من کمک کرده میتونی در بگم که آموختن زبانی انگلیسی. خب اینجا رسیدیم به پایان بخش سیوم از 100 عباره انگلیسی برای سیاحان و درس 49. از دوستانی که تماشا دارن این نواری ما را خواهش میکنیم گذاشتن لایک رو فراموش نکنن و اگر آبونه نشده باشن لطفا آبونه شوند. تا درس های نوبتی. خدا نگهدار. Goodbye.